بنابراین بزرگای ما می تجربه حیاتی خود، تجربه حیاتی گذشتگان رو خلاصه کرده، تیار کرده، ریسپت کرده به ما دادن. نومی همی پند و نصیحت. یعنی پند و نصیحت یگان گپی همی تا هوایی نیست. یعنی پند و نصیحت نتیجه تجربه چند هزار ساله ملت است که میگه پند میتید. بینید یک بیت سعدی را که خیلی مشهور است: مردی خردمندی نکونام را عمر دو بایست در این روزگار، تا با یک تجربه آموختن بر دیگر تجربه بردن به کار. یعنی سعدی میگه که همه آدم خوشبخت دو عمر داشته باشه باید، چون که در یک عمر تجربه آموزد، در عمر دیگه همون تجربه رو استفاده کند. مرد خردمندی نکونام را عمر دو بایست در این روزگار، تا با یک تجربه آموختن بر دیگر تجربه بردن و کار. یعنی یک عمر در کار که تجربه را آموزی، خطاگیو کردی، خامیو کردی، جوانی از دست رفت، وقت سوخت، حیات سوخت، پیر شدی، میگی اوه اگر از نو جوان شوم بعد میخوانم. یک عمر تراکتور کردی، جفت کردی، در گرمی عرق خورخته، کاش میخوندم، جوانی رفت. انا میگه اگر جوانی یک باری دیگر بیاید دیگر خیل میکنم، ولی نمی بیاید. چرا؟ پس سعدی میگه که عمر دو بایست. انا معناش این که یعنی ما همین میتونیم عملی کنیم. یعنی چی؟ اگر تجربه گذشته ها را که اونا زندگی کردن، تجربه گرفتن، استفاده کنیم، ما الکی گویا یک عمر دیدیم. این مثلا همین کیمیای سعادت، عبدالسلام دهاتی 80 سال زندگی کرده، همه گرمی و سردی زندگی رو دیده نوشته است. اگر من امیر خانمو از امیر روز استفاده کنم، گویا ما الکی 80 سال عمر دارم. یعنی تجربه او رو گرفتم و در این دوام عمری باقی ماندم استفاده میکنم. انا معنی همین که دو عمر چخیل حاصل کردن ممکن. یک عمرش از تجربه بزرگایی که پیشتر این رو تجربه کردن، خلاصه کردن، دادن. انا یک عمر. انا عمر دومش همون عمری که ولی داریم. پس اگر همی نگاه کنیم، این کتابو، این پند و نصیحت بزرگان، این بزرگترین سرمایه برای ماست که همین عمر حیف نشود، همین عمر ضایع نشد. ما الکی میدونیم چیکار کنیم. شرط نیست که ما هم 80 سال عمر بینیم بعد گیم ای افسوسی خیلی بوده است، چون که اینه یا دیدن گفتن. همین کافیست. همین رو میخونه، میگیم از این پگاه سر میگیم پس وقت ایخی کردن در کار، خوراک ایخی خوردن در کار، رفتار ایخی کردن در کار، چون که یک کس 80 سال زندگی کرده سیره گفته است. انا که شما شرط نه که یک باری دیگر حیات سوزد بعد بگه ایخی بوده است. فما یعنی که انمی پند و نصیحتی بزرگا، این بزرگترین سرمایه برای این است که همی عمر ما برباد نرود. یعنی که درسی که شما از تجربه روزگار میگیرید و برای حل مسئله دیگر استفاده میکنید. چه گفت استاد؟ برو زی تجربه روزگار بهره بگیر. یعنی رو از روزگار، از اون چی گذشت، خطاگی های شد، کارهای شد، او را فکر کن، بهره بگیر. یعنی که نتیجه گیری کن که بهر دفع حوادث تو رو بکار آید، که برای حل مسئله های نو، برای دفع کردن، یعنی یک نیمه کردن، حل کردن مشکلات به تو لازم میشد. یعنی پند و ادبیات ما پر از پند. رودکی چه سر کردن؟ زمانه پند آزادوار داد مرا، زمانه گرنگری سر به سر همه چی است؟ پند است. انا صنفای بلایی را باید دانن. چه گفت؟ زمانه پند آزادوار داد مرا، زمانه گرنگری سر به سر همه پند است. یعنی از زمانه همین گونه سبق گرفتن میشه پند.